سلام، من اسما. من امیرم. منم معینم. امروز قراره 20 سوالی بازی کنیم. هر کس که بازنده باشه باید این سس سویا رو بخوره. یه مزه ماهی هم میده. میگن زنه؟ خیر. خب سیاه‌پوسته؟ خیر. بازیگر؟ خیر. فوتبالیست؟ یس. اسپانیول لالیگا؟ خیر. در حال حاضر بازی میکنه یا بازنشست شده؟ بازنشست شده. فوتبال قبلا توی لالیگا بوده؟ قبلا توی لالیگا واقعا حضور ذهن ندارم. فکر کنم بوده. بوده ایتالیا؟ خیر. آلمان؟ خیر. فرانسه؟ ایران؟ خیر. خب بعد 8 سال دیگه میتونی کجا بازی کرده؟ خب فوتبال، مرد فوتبالیست که بازنشسته شده. توپ طلا برده. خیر. جام جهانی برده. جام جهانی هم یس. زنده است. بله. جام جهانی برده و الان بازنشسته. جام جهانی برده و الان لیگشو نتونستی بهم بگی خیلی گیجم. 50 ثانیه 5 سال دیگه میتونی بپرسی. واسه یه ذره صبر کن. تو کدوم لیگ بازی کرده؟ خب اینو بگو بهم. شد 40 ثانیه. انگلیس، لیگ انگلیس. لیگ انگلیس بوده. لیگ انگلیس. 4 تا سوال دیگه میتونی بپرسی. خیر. سیتی؟ یس. سیتی که قهرمان جام جهانی شده بازنشسته است. آراخو؟ اصلا درست گفتم سیتی بود؟ نمیدونم. اگه اشتباه گفته باشی حساب نمیشه. اونجوری ندارم دیگه راجبش. آراخو با آرژانتین سری آخرم که مسی بود، آراخو هم بود دیگه توشون که الان هم که بازنشسته شد چون مشکل قلبی داشت و اینا. بعد هم دارم میذارم دیگه. آراخو. درست گفتم؟ نه. کی بود؟ اگوئرو. ها همون دیگه. آروخو گفتید. سرخیو آگوئرو. آراخو کی بود پس؟ آروخو رو نمیدونم. فکر کنم آگوئرو. آره همونو من خواستم بگم. آروخو نداری. که مشکل قلبی براش اومد دیگه فوتبال گذاشت کنار. اونو نمیدونم. چرا دیگه؟ ولی من خیلی دوستش داشتم بازیکن خیلی خفن. واسه آراخو کی بود پس من گفتم؟ کو بزن آراخو رو ببینیم آراخو. آره وای آراخو بود. ولی من واقعا منظورم همون گفتم مشکل قلبی هم دارم. کی بود آراخو؟ سرخو آگوئرو. مرد یا زنه؟ نه. آره یا نه؟ آره. مرده؟ بله. بعد ایرانی؟ خیر. بازیگره؟ بله. بازیگر هالیووده؟ بله. بله. ملیتش آمریکاییه؟ فکر کنم. نه. نمیدونم. نه. خب. فکر کنم. نمیدونم. منم نمیدونم. 50 هم. خب. 55. نمیدونم آمریکایی. ولی فکر کنم هست. ولی به نظر من عرضم حضور شما توی 5 تا سریال برتر دنیا بازی کرده. 5 تا سریال برتر دنیا چیه؟ گیم آف ترونز، بریکینگ بد. سریال؟ آره. فکر نکنم. نه. اینا که گفتی که نه. نه. اینا الان سوال بود همون رو داشت میگفتی؟ آره دیگه. 5 تا سوال پرسیدی. سوالات انگار چند تا سوال کلا؟ 20 تا سوال داری. 20 سوالیه. نمیدونم 40 سوالی که نیستش. می‌بینیم تایم دارم. بعد عرضم حضور شما که میان ساله؟ نه. یعنی جوونه. بعد عرضم حضور شما که یک بازیگریه که خارجیه و نصد قفل میکنه نمیدونی چه سوالی باید 50 ثانیه بدو. 50 ثانیه؟ چند تا سوال داره؟ فیلم معروف داره؟ خیلی زیاد. بله. خیلی معروف و خیلی زیاد. اسکار رو برنده شده تا حالا؟ فکر کنم آره. نه؟ فیلماش؟ نه. خودش فیلماشو چیکار داره؟ خب نه. خودش تا حالا اسکار برنده نشده ولی فیلماش برنده شده. فکر کنم. منم اینو مطمئن نیستم اینا. جوونم است. توی بتمن بازی کرده؟ نه. تایمش تموم نشد؟ 10 ثانیه. 10 ثانیه دارم. اوه سری بگین. لئوناردو دیکاپریو. نه. براد پیت. نه. 4 3 2 1 حدس آخر. تمامش. حدس آخر تو بگو تمام. جوونه. یه راهنمایی بکن. نه غلط می‌کنی. یه راهنمایی. نه بابا بهش نمیرسه با اون نه سفیده. نه
مثل خودته. اسم اولش هم آقا یعنی چی اسم اول؟ نه دیگه بس برنامه کودک یه خیلی تبریز قائل نشده شاید. آقا حتی آخر بگو دیگه. داری فکر میکنی نباید فکر کنی. داور اعتراض. مد دیمون. نه کی بود؟ تام هالند. اسپایدرمن. اورنجرز چون اونجرز اینا اونجر چی؟ اونجرز سلامات برسه. بله. بازیگر. خیر. فوتبال. خیر. مربی فوتبال. خیر. خواننده. یس. خواننده رپر. خیر. خواننده ایرانی. بله. اصلا خواننده ایرانی رو واقعا نمیشناسم. خیلی بده. قدیمی. نمیشه. مثلا تو دورهای ابی و فلان و اینا. نه. جدیدتر هست. بله. سینا سایی مثلا. نه اون که رپره. راست میگی. گفتیم رپر نه. من تا خواننده رو نمیشناسم. امید حاجی لیفر. امید حاجی لیفر؟ اشتباه دارم میگم. نه اون حاجیلیه میدونم کی میگه. من نمیشناسم ببخشید. اونی که میگفت هرچی دارید و ندارید بپوشید و فلان کی بود؟ حامد همایون. من خواننده میشه خواننده سری بد ننویسی من نمیشناسم خواننده ایران. سری بد نمی‌نویسم واسه. حالا میشه خواننده سری بد ننویسم سوال حساب کنیم؟ نه نه. رپر می نوشتی. خب رپرها رو میشناسم. خواننده ایرانی شاید خواننده یک راهنمایی من بکنم. آره واقعا نمیشناسم. خواننده ایرانی اصلا نمیشناسم. خب من تو راهنمایی کردم. چی راهنمایی من؟ مذهبیه. مذهبیه. خواننده ایرانی مرد مذهبی. مرتضی پاشایی مذهبی نه نیست. زنده‌ایه. زنده است. اینم این سال حساب کنیم. نه دیگه خودت گفتی من که نپرسیدم. 20 ثانیه 3 تا سوال دیگه. اسم بگو به نظرم. راهنمایی هم بیشتر دور میکنه شما رو اسم از اون هدفی که دارین. آخه من بدبختی دارم که خواننده ایرانی رو نمیشناسم. 5 ثانیه. مثلا رپرها رو چرا خواننده 4 واقعا نمیشناسم. 2 0. همین الان اسمش هم بگیم بازم نمیشناسی. واسه تو بچه بودی خاطره داشتی. بله. آقای راهنمایی الان که باختی دیگه آخرش میتونه بگه. نه یکی دیگه حدس آخرش میتونه بگو بعد. مذهبیه. خواننده. تو بچه بودی چرا باید با همین چیز خاطره داشتی؟ همه بچه‌ها تو بچگیشون و حتی در همین الان اصلا هر کسی تو ایرانه 80-70% یک برهه‌ای از زندگیشون رو عمو پورنگ نگاه تاثیر خواننده عمو پورنگ. خب خواننده می‌کرده دیگه. من مذهبی شادونه. نه ببین تاثیرگذار بوده ولی نمیشه بگیم که مثلا همه نه. چرا نه من گفتم 70%. 70% آدمو منم بودم احتمالاً نمیدونم. الان میگم بهت محمود کریمی میشناسی؟ محمود کریم. نه. کی؟ بعد اهل بیت هستن آقای کریمی. خب بیه حساب یکی از اینا بنویسی اینقدر معروفه همه بشناسنش. محمود کریمی رو همه میشناسن. محمود کریمی توی تلویزیون و تمام داستانا بله. نمیشناسم. معروف ترین مداح اهل بیت. خب آقا من الان نمیشناختم. دیگه ولی معروفه واقعا معروفه. بله. ایرانیه؟ نه خیر. بازیگره؟ بله. خب زنه بازیگر خارجی. هالیوود؟ بله. آره دیگه. آره بچه‌ها من میدونم آره. بله تایمتون داره میره. بعد آمریکاییه؟ آره فکر کنم. نمیدونم. فکر احتمال 90 سفید بودنش فکر نکنم. احتمال 90% آره. توی 5 تا فیلم توی فیلم‌های برتر دنیا هست. فیلم‌های برتر دنیا رو باز من نمیدونم چیه ولی فکر فیلم‌های نمی‌کنم. قوی دیگه مثل ارباب القا و نمیدونم پدرخوانده و نه. اسکارفیس و اینا نیست. تو اینا که گفتی که نیستم. از هم دیگه سوال بپرسین. از من سوال نپرسین بچه‌ها میدونید. بعد عرضم به حضورت که
زود تایمت داره میره 1 دقیقه رفت. میان ساله؟ نه جوونه؟ خیلی؟ نه سن ساله خودته به تو هم خیلی میاد ببخش چشماش رنگیه؟ چشماش رنگیه؟ آره فکر کنم رنگ چشاشو نمیدونم ولی فکر کنم هست رنگی. خب هالیوودی هم هست. اما استون؟ نه دارین میشمارین سوالا رو دوستان؟ دوتا مونده؟ نه 7 نه 1 2 3 واقعا داوری که با دست 8 سال 8 تاست 8 سال تایم قدش بلنده و کوتاهه؟ 17 ثانیه. اسکارلت جوانسون؟ نه همونا رو هم چند تا از همونا بگی به خودم میرسیش. دهن تو جنیفر لوپز که نه. تموم شد؟ سنش زیاده اون 5 ثانیه. موزیگر خانم 4 3 2 ناتالی پورتمن؟ حدس آخر تمام بگو شد. حدس آخر بگو تمام آخری بگو. آخر. خیلی شبیه منی. هیچی ها هیچی خیلی شبیه منی. آقا دهن تو ببند باش. نرسوندین من که خودم نمیشناسم. جدی میگی؟ مگه میشه؟ نه اینا خانوم هم میدونی؟ یعنی چی؟ آقا نباید فکر کنید دیگه حدس آخر بگو بریم دیگه باباش ایده این ندارم شبیه محمد باشه. نه بابا دختره ولش کن خوشگلی. شبیه من نیست. شبیه تو نیست والله بشه زنان باشه. بابا هر چی راهنمایی میکنه میخواد شما رو دور کنه از جواب. آره. خیلی زرنگی. میشه یه حدس دست قبلم خودش گفت بهتون. یه حدس الکی میشه بزنی؟ حدس بزنم که به حساب داستان تموم شه. ممنون میشم واقعا چیزی نداره. خب خیلی باختی به دیگه. آقا باخت دیگه امیر حسین خانی خیلی شباهت دقیقه داره داره به اسمی فکر که ما می‌کنه. براش گذاشتیم خیلی شباهت داره. 5 دقیقه داره فکر میکنه باخت دیگه اونه که باختی ولی میخوام ببینیم. تمام شد آره سیدی. ولی گفتین دیگه سیدی. سیدی رو گفتین دیگه حساب نیست مرد بله ایرانیه بله. باختم چرا ایرانیه؟ باختم هم حساب کردم. خواننده خیلی. بازیگر بله تموم هیچی هیچی ندارم واقعا سه برو بگو مثلا میانسال- کمدی و فلان و اینا میانسال پیر خب کمدی کمدیه بله جز اساتید هم هست. اساتید کمدی اکبر عبدی خیر مهران مدیر پیر حساب خیر. میشه اکبر پیر نمیشناسم بابا داداش پیر نگاه 60 بالا میشه مسن پیر الان مهران مدیری مثلا نبود 8 مهران مدیری هم 60 خورده خب مهران مدیری نه داره میگه 60 به بالا میشه مسن. شما مثلا مهران مدیری میگی پیر؟ مسن ننیشون دیگه آه. مهران مدیری هم مسن پیر کمدی ولی مثلا کهنسال نیست مثلا 80 به بالا اونجوری نیست مسن بین 60 تا 70 خب بدبختی اینه که باز میدونن اسمشو نمیدونن اگه مثلا تصویرشو بگو. باز- 1 دقیقه مونده. چی بگم ها اسمش نمیدونی تصویر خود تو کدوم فیلم بازی کرده حداقل اینو رو تو بگو. فیلماش هم بگی مثلا تو چی- کدوم کاراکتر کدوم فیلمه اینجوری هم بگی اوکی. آره اینجوری هم میتونی بهش برسی چون خیلی معروفه اون که میگفت علیه علی علیه. اسمشو بگین بابای علی بود. نه بابای علیه نه بابای علی آقای اون لولایی چیزه بود. لولایی ها حمید لولایی علی اگه بود که نه. نمیگفتی. خشایار عطاران هم نیست عطاران نوشتم ولی خط زدم نه دیدم. 26 25 ثانیه و ثانیه. 7 سال 8 سال دیگه. سپایدر 8 سال دیگه. نمیدونم بابا خب نمیشناسم ایرانی نمیشناسم همینطور رندوم اسماشونو بگو. آخه هیچ اسمی تو ذهنم نیست که بخوام تا رندوم بگم بازیگر بگو کاراکتر بگو 5 خاک تو سرت 4 خاک تو نمیشناسم سرت خب خاک تو سرت یک. خیلی احمقی باختی. حدسی نداری. بگو هیچ ایده بگو، نداری. بگو. نمیخوای حدس بابا بزنی. پنجلی ها علیرضا خمسه علی. نمیشناسم بابا پنجلی بابا پایتخت رو پایتخت رو ندیدی بابا به قرآن ما پایتخت با رو کی ندیده؟ اومدیم مسافرت شده بابا ایرانی اصلا نمیشناسم پایتخت رو ندیده واقعا ندیدم میشه بگین کیه
بابا پنجلی نقی مشهد نار نخورده خاک تو سره بله ها؟ یعنی چی مرده؟ بله؟ بله خب دیگه بعد بفرمایید که بازیگره نه فوتبالیسته نه خواننده نه الان نه یک تاجره نه پزشکه نه چیه بس ببین انسان؟ یک از چیزایی که گفتی قدیم بوده الان نیست مثلا بازنشسته یک از چیزایی که گفتی هست خب فوتبالیست اگه بوده بله. خب نمیشه تو بگی نیست خب الان نیست الان که دیگه خب نیست بزنمش آقا خب الان فوتبالیست نیست بزنمش. در حال حاضر فوتبالیست نیست اوتک ولی بوده بوده به نظرم و به آباجور پشت فوتبالیست تو بودن آقا میشناسنش. الان مثلا سرخو آگوئرو خب فوتبالیست تایم داره الان نیست میره ها تایم داره میره خب نه وایستا اون جدی من تایمز نگه داشتم برای اینکه نه، چرا نگه صحبت داشتی؟ کنیم بفرمایید حرکت نه یک مسئله. صحبت نفیس و ارزشمنده سرخو بفرمایید آگوئرو الان فوتبالیست نیست یعنی سرخی آگوئرو در حال حاضر فوتبالیست نیست هست روی 58 ثانیه نگه داشتم بس دیگه 3 2 1 ادامش خب آرژانتینیه نه برزیل نه ایتالیا نه انگلیس نه 5 تا سوال دیگه داری یا فرانسه بله خب 4 تا شد کچله بله زینالدین زیدان آفرین احسنت بالاخره ما آفرین. یه جواب درست از دیدیم از چقدر بچه‌ها. راحت بود الکی این تایمی که نگه داشتی ولی فکر کرد نباید تایم نگه داشت. داداش من واقعا این حرکتت قشنگ نبود مرد یا زن بگو مرد دیگه خب با سوال باید با بله و خیر جواب بده ببخشید نه خواهش می‌کنم مرد است بله ایرانی است خیر بازیگر است بله میان سال بله در فیلم های اکشن اونجرز و دی سی و فلان خیر. مارول و اینا احساسی خیر احساسی نمی‌زنم پشی احساسی هم بازی کرده آره دیگه نمیشه دیگه احساسی کم بازی کرده ارزم به خدمت شما که تام کروز نه تام کروز که همش ارزم به اکشنه. خدمت شما که چرا سوال من کم میارم بچه سوال میشه بهم کمک کنی کمدیه کمدی مرسی اینو جزء سوالا حساب کن کمدی خارجی مرد ها جزء قدرهای. ماسک سبز میذاشت وای 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 ماسک سبز خب کدومه اسمشو بگو جیم کری خیر اگه اون اینه چقدر حال نه می‌ده. جیم کری نیست خیلی اونم قویه خب کمدی جیم کری هم واقعا آره کری. کمدی و همرده جیم کریه ولی من دیگه حتی سوالا هم تعدادش هم در نمیارم میدونم نمیرسه بی نهایت سوال بپرس اصلا میتونین راهنمایی کنین تو رو خدا راهنمایی آینا کنین نمیشناسندش من بخوام یک راهنمایی بهت بکنم گم شده دیگه تو سفید سیاه من راهنمایی بخوام بهت راهنمایی کنم موهاش همیشه کوتاه همیشه موهاش کوتاه جوان مردانه دارن کار یعنی خیلی کم شده که موهاش بلند بوده داری میگی داری ناجوان مردانه کار میکنی ریالکی میگی نه درست میگم اون داره حیوان بازی بعد می‌کنه. بذار من یه راهنمای دیگه هم بهت میکنم یک دونه فیلم بازی کرد که تو ایران خیلی معروفه با یه کنترل زمان رو نگه می‌داشت. آها فیلم رو دیدم ولی خب چیکار کنم الان اسمشو نمیدونی؟ نه من نه تنها ایرانی مثل اینکه خارجی ها هم نمیشناسم خیلی معروفه من برای بگو فیلم آخرش چی میشه؟ من برای این بازی ساخته آقا نشدم فیلم آخرش میدونی چی میشه؟ چی؟ فیلم آخرش چی میشه؟ خواب بود دیگه همش در خوابش اتفاق آفرین. افتاده بود آره بازیگراش هم دیده. قشنگ یادمه ولی خب اسمشو آدم سندلر. نمیدونم کی؟ آدم سندلر بگم خوشخط‌تر بنویس من آدم سنگی سیاه‌پوسته؟ سندلر سیاه‌پوسته؟ آدم سندلر هم که توی کلیک بازی میکرد دیگه همون خب نه کدوم کلیک. کدوم بازیگرش بود هم بازیگر اصلیه دیگه، آه خب نمیشناختم همیشه هم موهاش کوتاه چقدر فیلم خوب یعنی داره، میشناختم کمدی. اسمشو دیگه نمیدونستم دیگه بله متوجهی که من میدونم خودم باختم
یا داری مقاومت کجا کنی؟ بردش؟ نه هیچ کدوم نگفتم زیدان رو گفت دیگه مشخصه. بگو من تو شما ببندم بریم لیوان بدی بیا. خب شما 2 امتیاز گرفتی، رضا 4 امتیاز گرفت. اصلا این 1-0 شد. آره دیگه 1-0 4-2 یعنی نه، چی؟ این دورو که رضا ازت پرسید تو بلد نبودی. خب بعد قبلی هم زیدان رو درست حد زد. اصلا نماست اصلا چجوری اختلاف امتیاز 2 شد؟ 1 2 3 4 5 6 7 تا 7 تا چی؟ اصلا 7 تا بازی کردیم. خب 4 و 2 که میشه 6. نه این داره چیزی حساب 2 میکنه 4 بازی بیشتر شد. از باشه رو میگم برش دوستان عزیز بفرمایید. آقا من باختم ولش کن اصلا ولش کن. آره اون که تو باختی ولی نه امتیاز مهمه، میخواد بدونه که شوهرش خیلی خفن داره. میدونی باید نشون سگ میده چه منم بیام سگ. من میخوام بخورم. بوش یکم عجیبه. بیا آره بیا. ببینم. بکنم خوشمزه بوی عجیبی. نه بوش بد بیا جلو. نه بوش بد چیز نیست میده. بو عجیبی میده بد بد نیست. نیست. نه بابا اوکی بخورم. بخورم خدا چیز نمیشه. یه شیره خورما و اینا که نه لواشک توره بوش انگار. تو میخوای اول تست کنی یه ذره؟ نه بزن. ببین نه همه رو بخور. متشکرم. برای خودش پر کنید ادامه‌شو. با هم بریم بشین با هم بریم. بابا میخورم بذار ببینم چه مزه‌ایه. اگه بد باشه که دیگه گفتم با هم. تو رو چه حساب چرا خوردی خب؟ بیا نخور خیلی گوه. خیلی بده. الکی اینا فیلمه باید بخورم به جان خودم به جان بازی می‌کنی. بیا پیش من همشو یه دفعه خوردم. بیا اون دفعه سر که بیا ببینیم. من خواهی مقابل ندی حاجی خیلی بدی. خیلی بخور خیلی شوره. اینجا آمدنی هست. میشه بدی؟ اینو بخور تا بده. مجبور داره عشق چشمش بیاد حاجی اصلا انقدر شوره. خیلی بده. یعنی نگاه دیگه بخور بینیم بابا بخور. خدا یه سرکه من دادم شما خوردی این کارا چیه با من میکنی؟ نکوش اصلا الان سرکه میذاشم اصلا سرکه خوردی. سرکه به نه خدا اصلا اینو یکم خودت بخور میفهمی. آقا ولی اونو باید نه یک باشه تو یکم بخور میفهمی. یه ذره بخور من کامل من از اون میخورم. ولی چی بخوره خب آقا یه لذت ذره رو ببینم بخور چقدر میفهمی بده. فقط. یه ذره بخور میخورم من تا تش میخورم. اگه از این ذره بخورم باید تو اینو بیشتر نخور اصلا. آره تو بخور بلش ببینم کنم یه چجوری ذره که میشه. خود بد بود عشق از چشمش اومد بذار من اون اینو بخورم. خیلی بد بود واقعا. نه چرا خیلی بد بود. چقدر کم میخوره. بخورم بخور دیگه بلش کن بیا خیلی بده خیلی بده یعنی که خیلی مجازات خیلی بد اصلا خیلی آقای افتضاح. لیدیز اند جنتلمن خیلی مجازات اصلا سس سویا برای چی خوبه؟ اصلا برای چه استفاده میکنم راست برای میگم. چیه؟ پول بزن. نوشته بسیار مزه سگی نه وایسا میشه ناف جویلن حاجی مزه چرا تو دهنم نمیره؟ white people with the یا حاجی محمد یا حاجی من بله حتما الان براتون چیپس بازم. این سس شورمزه بوده و در آشپزی کشورهای خاور دور همچون چین و ژاپن کاربرد فراوانی دارد و از آن برای طعمدار کردن سوپ‌ها، مزه‌دار کردن انواع گوشت و ماهی و سبزیجات و دیگر سس‌ها استفاده می‌شود. مال کشور چین. مال چینه، یعنی اصلا ما ایرانی‌ها استفاده نمی‌کنیم خیلی شور و به مذاق اون اصلا نمیاد. خدافظ. خداحافظ. یه صابون درست کرده رفته هموم از آب همومش کرده صابون فروخته به مردم. ها نه نمیدونستم پس اینکه میدونستی ولی فکر کنم خریدی حتی. نه